سلام، من کامرانم و به اتاقم خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روال باشین، شاد باشین یا حداقلش سالم باشین. امروز اومدیم در مورد موضوعی حرف بزنیم که میشه گفت کل ایرانی داخل کشور باهاش سر کار داشتن، یعنی همین بحث بی اینترنتی. میخوایم در مورد این حرف بزنیم که آقا داخل تو این بینتی به دسترسی نداشتن به اینترنت بین المللی چیکارا کردم، چیکارا نکردم، مردم چیکارا میکردن، چه راههایی واسه سرگرم کردن خودمون بود و چقدر اذیت کننده بود و هر چیز دیگه ای که مربوط میشه به این جریان و حتی چه اتفاقاتی افتاده بود تو همین به اصطلاح مدت زمانی که جنگ شده بود و خودتون بهتر از من میدونین دیگه. خلاصه دیگه بی معطلی بریم سراغ اصل موضوع. میخوام اول از همه با اینکه این به اصطلاح این چه دردسرهایی برامون به وجود آورده بود حرف بزنیم. مثلا برای من چه چیزای خیلی اذیت کننده داشتین جریان، اصلا خنده دار نیستی ولی این دیگه این خنده از 100 تا اشک بدتر است دیگه. حقیقت ماجرا خودتون بهتر میدونین. اولین مشکل اصلی این بود که ما قدیم مثلا خیلی میرفتیم دیسکورد با بچه‌ها یا خودتون همتون و مجبور شدیم 20 سال برگردیم عقب و بریم اپ تیم اسپیک رو باز بکنیم و با تیم اسپیک با هم حرف بزنیم، با هم بازی بکنیم یا هر چیز دیگه ای که واقعا به معنای واقعی کلمه کثافت. من از تیم اسپیک متنفرم، با اینکه خیلی کمک کرد بهمون. به قشنگ داشتیم سیمولیتر اینکه آدما داخل 20 سال قبل چه زندگی داشتن و اینجور چیزا رو داشتیم به اصطلاح تجربه می‌کردیم و واقعا مسئله واقعا خیلی رموخ بود، چون دیگه میدونین دیگه تیم اسپیک در مقابل مثلا دیسکورد، یعنی مثلا چه میدونم مقایسه بین پراید و بوگاتیه، مثلا زمین تا آسمون متفاوتن، کثافتن. خیلی برنامه‌های چرت و پرتر از تیم اسپیک هم به نظر من داشتن پخش میشد، چه میدونم دیسکورد ایرانی و تماس بله و خیلی چیزای کثافت دیگه. واقعا اعصاب خورد کن بود این بس. این اذیت کننده ترین ماجرا همین موضوع بود برا من. با اینکه البته تیم اسپیک خوب هوامون رو داشتیم مدت، اگه اینم نبود ما نمیتونستیم هیچ کاری بکنیم، ولی واقعا عذاب دهنده بود و خیلی اذیت کننده بود این جریان. واقعا خیلی خودمو شکر میکنم دیگه از اون جریان در اومدیم. البته که از وقتی هم که اینترنت وصل شده خودم نمیرم مثلا دیسکورد، چون بازی استوری معمولا بازی میکنم و اینا. کلا از بیکاری و از اینکه همش خیلی خونه نشین و اینا بودیم همیشه دوباره روی آورده بودم به بازی آنلاین و با رفیقام بازی میکردم. این اولین بحثمون. حالا در مورد اینکه آقا چه بازیایی انجام دادیم، چه کارایی کردیم که آقا حوصله‌مون سر نره این که داخل خونه ایم و اینا. خیلی بحث حوصله سروریه. نمیتونه آدم خیلی از بازی آنلاینی که هست رو تو اینجور شرایطی تجربه بکنه. خیلی ها درک میکنین دیگه، کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن قاعدتا درک میکنن این شرایط. آقا نمیتونی به استیم وصل بشی یا کنسول تو وصل بکنی به اینترنت. خیلی از کسایی که مثلا پلی استیشن دارن چه میدونم نمیتونن بازی ظرفیت 3 خودشون رو بازی بکنن و باشون کار بکنن، یا چه میدونم حتی برای اکانت ظرفیت 2 به مشکل خورده بود. حتی واسه کسایی که ایکس باکس دارن خیلی به مشکل خورده بود، چون خیلی از بازیاشون از روی فکر کنم گیم پس بود و خیلی هاشون به مشکل خورده بودن. من زیاد مثلا ایکس باکس ندارم و حقیقتش نمیدونم که کسایی که ایکس باکس دارن چه شرایطی رو تجربه کردن، ولی من خودم مثلا چند تا بازی ظرفیت 3 داشتم روی کنسولم، می‌خواستم از بیکاری بازی کنم، مثلا چه می‌دونم برم فیفا بازی بکنم و اینا. کریر آنلاین که نمیشد بازی کرد، نمیشد. این تجربه واقعا غیر ممکن بود و اینکه اصلا خیلی مسخره است، خیلی این جریان مسخره است که ما باید همیشه استرس اینو داشته باشیم که اینترنتمون قطع بشه. حتی یه تفریح ساده هم داخل خونه خودمون نمیتونیم داشته باشیم، بیرون که بماند. و از اون طرف خیلی هم استرس میگیرن. سمت ما هم ماشاءالله هر یه مدت یه بار صدای جت میومد. انفجار سمت محله ما زیاد نبود خدا رو شکر. امیدواریم که سمت محله شما هم این اتفاقا نیفتاده باشه و از کسی از نزدیکانتون یا خودتون آسیب ندیده باشین. از بازیایی که انجام داده بودیم توی این مدت که بیشتر من بازی که بیشتر از همه توی این مدت تجربه کردم جنرالز بود. یه بازی استراتژی مال فاکینگ 20 سال پیشه، شاید هم بیشتر حتی.
مال اون یه پدر سوخته پول پرسته که انصافا بازی باحالی، البته با ماداش، بدون ماداش خیلی مشکل داره و اذیت کننده است، ولی واقعا بازی باحالی بود، خیلی بازی فانی بود. چه میدونم بعد یه سری اتفاقات هم بین رفیقامون میافتاد خیلی خنده دارترش میکرد. مثلا یکی از رفیقام فاکینگ ایرفورس ور میداشت، یوی میبینی 20 تا آورا بامبر رو هواست، بعد آهنگ ماکارنا هم پخش میکنه، خیلی خنده داره اونجور لحظات. ای کاش که رکورد میکردم به این نشون دادنش، حیف رکورد نکردم اون موقع. به ذهن معیوبم خطور نکرد که آقا بیا اینا رو رکورد بکن، میتونه بعد خیلی چیز جالبی بشه. اگه رکوردشون بود که واسهتون نشون میدم، ولی اگه نبود دیگه عذرخواهی میکنم. کامران در نقاشی میکشه تو بیس. وای گده ها رو نگاه کن کنار سربازه ویژه من. بیا تراکتور بهت بدم، بیا تراکتور بهت بدم. اون سرباز تو دیدی کامران؟ اوه وایسا این تراکتور داره میاد و ببین. عباد میتونم با چین کامران کار داره میکنه. داری کامنت سنتر نوشته تو پایین میسازی؟ عباد چرا داری کامرانو میزنی؟ خجالت بکش. محمد ای دهنت سرویس. کار کردی؟ دهنه تو سبکو دیدی کجا ردش کردی؟ اون هلیکوپترت بود؟ یا چه میدونم، من خودم یه سگبازی که داشتم اول از همه چین اینفنتری برمی داشتم، با کامیون 1000 تا سرباز میبردم تو بیس یکی از رفیقام. میدونم یکی از رفیقای ازگلتر از خودم یوی جی ال ای برمی داشت، یوی من حواسم به بازی نیست، یه تونل کثافت میاد وسط مپم، چه میدونم در میاد 20 تا کامیون میاد بیرون میرینه داخل بیسم، یا چه میدونم کثافت بود این بازی، ولی خیلی خنده دار بود، واقعا فان بود. یعنی بازی بود که از لحاظ روحی حداقل ما رو تونست استیبل نگه داره و از این مثلا این دیوونگی من خودم مثلا داخل چنل قبلیم خیلی ویدیو رکورد میکردم و اینا، خیلی حالم بهتر بود. بعد از این جریان جدا شده بودم خیلی اذیت کننده بود و حداقلش این جریان یکم جلوش گرفته بود. الان که اینترنت رو بسته اصلا نمیدونم این بدبخت دیگه محل سعی هم بهش نمیدیم این بازی، ولی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. حتما پیشنهاد میکنم که آقا دوباره این بازی رو ببریم بالا، بازی بکنیم همه و خیلی فانه، واقعا تجربه فانیه. و حتی به غیر از این بازی قدیمی آقا ما برگشته بودیم چه میدونم CS1.6 CSGO نسخه اول، ریسورس، یه نسخه کثافت و خیلی قدیمی و نوستالژیک که چه میدونم هدشات میزنی یا رو هدشو داری 20 بار میزنی اصلا ریجستر نمیکنه و مثلا پینگ ایران هم بهش اضافه بکنه و گیم پلی مشکل، گرافیک مشکل، همه چی مشکل، ولی خب بازم فان بود، خیلی خنده دار بود. یه مپ هم داشت، مپ توالت، این مپ واقعا کثافت بود ولی خیلی خنده دار بود. این بازی قدیمیه، قشنگ داشتیم 20 سال پیشو سیمولیت میکردیم، شبیه سازی میکردیم که آقا قدیم چجوری خودشونو ملت سرگرم میکردن. یا چه میدونم با یکی از رفیقای دیگه هم مثلا اسکیجوال وان بازی میکردیم، خودمون رو رفته بودیم تو نقش هایزنبرگ و پینکمن و دیگه خودتون میدونین دیگه چی کارا میکردن. اونم بازی فانی بود. چه میدونم بازی های کرکی دیگه امسال خیلی بیشتر از هر موقع دیگه داده ما رسیدن و من خیلی بازی استوری مود خیلی قشنگم بازی کردم. یه سری بازی آنلاین دیگه هم بازی کردم، نمیدونم یادم رفته چه چیزایی بازی کردم، خیلی هاشون الان حذف کردم دیگه، یه بذار چک بکنم. وای اون مثلا چه میدونم رینبو 6 ما میرفتیم، رینبو 6 سیزن کایمرا، اپریشن کایمرا، بازی چقدر اون موقع کثافت بوده. بعد همه میگن بابا ریمو قدیمش خیلی خوب بود، بیخیال. اصلا چی میدونم هوا رو میزدی هد میخورد، هدو میزدی نمیخورد، بازی کثافت، دراپ شات داشت، اعصاب خورد کن، ولی خب بازم فان. این نکته خیلی مهمیه که بازی همیشه فان باشه.
حال میداد، ولی واقعا حاضر نیستم رینبو به این حالت قدیمش برگرده. هرچند دیگه به این بازی خودم علاقه ندارم و تجربهش نمیکنم، ولی بی خیال واقعا من دوباره مثلا برگشتم بازی کردم این سیزنا رو، کثافت مزه. از اون طرف استرانگهولد هم بازی میکردیم، جنگ‌های صلیبی. ماشاءالله یکی از رفیقام شبیه حسن صبا فایت میداد، بعد 1000 تا عرب گذاشته بود داخل بیسش، بعد بیسش هم من خودم دیوار چین میساختم، اون فقط قلعه میساخت، انگار داخل مثلا چه میدونم نیویورک و اینا داشت درست میکرد، همش آسمون خراش کمان داد. بعد من نمیدونستم بازی چیه، این بیشرف مثلا چه میدونم یارو بالدوین سوم بود مثلا واسه من جوری که فایت میداد. اونم خیلی فان بود، اون چون جنرالز بازی کرده بودیم گفتیم آقا ما که داریم استراتژی بازی میکنیم بریم چه میدونم برگردیم به استرانگهولد هم خیلی فانه. اونم بازی کردیم، اونم خیلی فان بود، خیلی فانه. اون این بازی هنوز که هنوزه خوبه، هنوز که هنوزم رو دستش نیومد آقا. استرانگهولد واقعا هنوز که هنوزه، یعنی الکی نیست این بازی انقدر محبوب و انقدر خفنه. هنوز که هنوزه بازی استراتژی رو دست این بازی نیومد آقا. بریم قبول بکنیم دیگه. کسایی که پلی دادن میدونن چقدر این بازی خوبه. حتی میشه گفت تقریبا همه گیمرایی که داخل ایرانن حداقل این بازی یه بار بازی کردن. خیلی بازی محبوبیه و چیز عجیب غریبی نیست که از چیز باشه این بازی انقدر پرطرفدار باشه. حالا از بازی آنلاین بگذریم. حالا البته چند تا بازی آنلاین دیگه هم بود که بازی می‌کردیم، چه می‌دونم باکشار رولت بازی می‌کردیم، دوباره برگشته بودیم امانگاز خیلی فان بود. باکشار رولت یکم اون مثلا اولش خیلی فان بود، بعدن دیگه هرچی میگذشت دیگه مثلا اون فان بودن خودش رو از دست میداد. ولی مثلا بیشترین بازی که خیلی ما رو سرگرم کرد یکی جنرالز بود، یکی استرانگهولد بود، یکم میشه گفت رینبو سیکس، با اینکه خیلی آزاردهنده بود این بازی ولی خب اونم میشه گفت جز بازی بود که فان بود واسمون، حال میداد میخندیدیم یکم. حالا از بازی آنلاین بگذریم. بازی استوری که طی این مدت تجربهشون کردم آقا، من بعد از میشه گفت فکر کنم یه 4 سالی گذشته دیگه، یا شاید نه بیشتر، فکر کنم 5 سال یا 6 سالی گذشته که بعد از این همه مدت آقا من لاستافاس رو تجربه کردم و هنوز تمامش نکردم البته. و چقدر این بازی خوبه و من درک نمی کنم چرا این همه هیت هست در مورد این بازی. درک میکنم چرا ها، هم دقیقا مثلا همین شرایط الان از بازی جدید گادافاره، اینکه کاراکتر کریتوس نیست اونجا، هم دیگه جوئل نیست و اینجور چیزا دیگه خودتون میدونین. شاید حالا خیلی هم داستانو ندونن، به داستان بازی زیاد توجهی نمیکنم، ولی آقا گیم پلی خیلی خوبه، گیم پلی واقعا خیلی دلچسب و واقعا فانه. من خیلی گیم پلی لاست آف اس رو دوست دارم، از لحاظ گرافیکی هم که دیگه آقا واقعا دیتیل و جزئیات خیلی خفن، خیلی صورت‌ها رو خوب در آوردن، خیلی انیمیشن صورت‌ها خوبه داخل بازی دیگه. آقا لاستافاس البته زیاد واقعا نیازی به توضیح نداره. یکی این لاستافاس رو تجربه کردم تا این مدت. اوری اند بلایند فارست نسخه اول این بازی، این هم رفتم بازی کردم، اونو هنوز تمام نکردم چون دقیقاً بعد از هالو نایت سیلکسانگ و هالو نایت اورجینال بازیش کرده بودم، آنچنان واسم دلچسب نبود، بازم انتظاراتم خیلی بالا بود. من خیلی هالو نایت ها رو واقعا به شدت دوست دارم، یکی از بازی مورد علاقه من هر دوتاشون، مخصوصا سیلکسانگ. حالا برعکس خیلی از جامعه من سیلکسانگ رو بیشتر دوست داشتم چون دنیای زنده تری بود و اینا، ولی خب الان داخل بحث امروزمون نیست، چون در مورد اینه که آقا چه بازی داخل این بینتی انجام دادیم. یه بازی خیلی سرگرم کننده به نام دراب داچی، این بازی واقعا فانه، واقعا پیشنهاد میکنم. نمیخوام مثلا بازی استوری نمیخوام، صرفا میخواین یکم خوش بگذرونین، یه بازی فان داشته باشین، یه بازی که مخلوطی از تتریس باشه و بازی استراتژیک تور هم باشه و اینجور بازی میخواین آقا، این بهترین گزینه ممکنه. فکر نکنم به ذهن هیچ که خطور بکنه که من یه بازی میخوام که هم تتریس باشه هم استراتژیک باشه. ولی خب آقا اگه این ویدیو رو داری میبینی و این بخشش رو داری میبینی، آقا دراپ داچی حتما تجربه خیلی جذابی، حتما انجامش بده، واقعا بازی خفنیه.
این اواخر این که بینتی و اینا بود، نمیدونم دقیقا خورد به بینتی یا نت آزاد شده بود، لگو بتمن رو دانلود کردم، هنوز تمامش نکردم، دارم بازیش میکنم هر روز یک کمشو میرم. واقعا فانه. یه ویدیو جدا باید در موردش درست بکنم و به نظر من فان حداقل میشه، یعنی ترینی که مثلا یه لقب ترین به این بازی بدیم، قطعا فان ترین بازی ساله. قطعا من خیلی واقعا بعضی از وقتا چیزایی که داخل لگو بتمن میبینم خیلی رود بر میشم انقدر که میخندم. لاستافاس رو گفتم، لگو بتمن گفتم، دابداچی رو گفتم. آها بازی سلست اگه درست تلفظ بکنم، این بازی اینه که مثلا به اصطلاح روی موومنت و آرکیدیتور میشه گفت چیزه. آقا اسم چیزو یادم رفت، اسم این سبکه رو نمیدونم الان سر نوک زبونم بود. این به اصطلاح سبکی که از در و دیوار میری بالا و لوکیشن ها عوض میشه و لول ها سخت‌تر میشه هر جا میری. نمیدونم اسم سبکه رو چرا یادم رفت آقا. اسم این سبک رو یادم رفت. یکی سلست بود. آها من یکی از بازی مورد علاقه سال 2025 هم رو یادم رفت بگم که بازم تا این مدت داشتم تجربهش میکردم، هنوز باس فایت آخرش رو نتونستم این بزنم. هیدیس 2 در واقع اصلا روگلاک نمیشه گفت فقط سر باس فایت آخرم، چون هر بار باید میمیره آدم بعد از اول دوباره شروع بکنه میشنا رو. ولی هیدیس 2 عجب بازیه، عجب راهنمای باحال و متفاوتی داره، عجب داستانی داره، عجب دیزاینی داره، موسیقی خفن. واقعا این بازی مورد علاقه هم بعد از سیلک سانگ بود. بعد از سیلک سانگ و حتی میشه گفت اکسپدیشن هم تجربه کردم. خیلی اون بازی خوبی بود، خیلی بازی خوبی بود. ولی نتونستم دیگه متاسفانه پایانشو هنوز تجربه بکنم، چون حقیقتش وقتی داشتم تجربهش میکردم به اتفاقات دیما اینا خوردیم و دیگه کلا آدم دل رمق این که این کارا رو انجام بده و بازی بکنه اینا نبوده. دیگه خودتون بهتر شرایط درک میکنین و اینا دیگه. کلا نتونستم خیلی نزدیکم به پایان بازی، حتی دیگه داستان واسم اسپویل شده و میدونم چی به چیه، ولی هنوز نتونستم خودم تجربهش بکنم. خیلی بازی جذابی بود واقعا برام، واقعا مخصوصا از لحاظ موسیقی داستان خیلی جذابی داشت، بازیگرای خیلی خفنی داشت، اکتورای خیلی خفنی داشت. ولی برای من رتبه دوم میگیره داخل بازی سال 2025. متاسفانه نتونستم هنوز تجربهش بکنم، بعد دوباره برم سراغش و پایانش رو تجربه بکنم، چون حیف این بازی رو تجربه نکردن. یکی از بازی‌های دیگه هم که تجربه کردم آقا دارک سولز 1 بود که هنوز تمامش نکردم. کوآپ بازیش میکردیم، از بازی آنلاین بود که یادم رفت بگم. سر این بازی من بیشتر از همه بازی دیگه خندیدم و حال داد بهم. یادم هم رفت، نمیدونم چرا یادم رفتم، جلو چشم یادم میره بگمش، ولی چقدر فانه کوآپش. و البته خیلی به اصطلاح لوکیشن‌های خیلی ترسناک و خیلی لوکیشن‌های خیلی سختی داره و بازی واقعا مریضه. یعنی میازاکی این پدرسگ من نمیدونم چه مرضی داشته بازی اینجوری ساخته. و حتی فهمیدم این بیشرف سیلک سانگ، این تیم چری کثافت، این لوکیشنه مثلا بویل واتر رو از چه لوکیشنی درست کرده؟ اسم لوکیشنه داخل دارک سولز یادم رفت، نمیدونم اسمش یادم رفته، ولی خیلی شبیه هم بودن. و اصلا فهمیدم چرا تیم چری اون این آدمای مریض این به اصطلاح مپ درست کردن و انمی درست کردنش از کی کپی کرده. قشنگ کثافت هر دوتاشون خیلی آدمای مریضی هستن این آدمایی که این بازی رو ساختن و واقعا با روح و روان آدم بازی میکنن این بیشرفا، ولی خیلی بازی خفنیه. دارک سولز 1 واقعا بازی خفنیه. یه جا رسیدیم یه به اصطلاح گرز چوبی خیلی گنده، ما به اصطلاح اصلا بهش میگفتیم بونگا بونگا، انگار قارنشینا برمی داشتیم، هیچ زره یا هیچ چیزی هم تنمون نمیکردیم، واقعا شبیه قارنشینا در می اومدیم و آره اتک میدادیم به انمی و یه دمیج خیلی بالایی هم میدن و بازی لذت بخشه، خیلی بازی لذت بخشه، واقعا حال میده. از اینا بگذاریم میرسیم به یه بازی خیلی جذاب، یه بازی که آقا داستان خاصی هم بازم نداره، بازم صرفا یه بازی فانه به نام بازی هیست. بازم یادم رفت اینم تو این مدت زمان واقعا انقدر منو سرگرم کرد که
بماند. اصلا خیلی بازی باحالیه واقعا. اینجوریه که آقا تو میپری فقط، یعنی میپری چه میدوی همش با سرعت خیلی زیاد، مثل سونیک هم میدوه با سرعت خیلی زیاد میدوی داخل لوکیشن ها، و یا میشن های پارکوری و اینا داره، نباید بذاری که استورم و اینجور چیزا بهت برسه. استورم نیست، یه حالت مثلا زمین داره خشک میشه و اینجور چیزا داره میافتاده دنبالت و تو باید از دستش فرار بکنی، اینجور چیزیه. دقیق نمیدونم چی بهش میگم، ولی خب خیلی بازی فانی. اصلا داستانش هم دنبال نکردم، خیلی داستان ساده ای داره، اصلا واسه من مهم نبود که داستانش چی میگه. با اشاک اینفینیت هم شروع کردم ولی بازم نتونستم تمامش بکنم، نمیدونم چرا واقعا. بعضی وقتا حوصله نمیکنم که هیچ بازی رو انجام بدم تا آخر. مثلا توی این مدت حتی خیلیاشون رو تا نزدیک پایان بردم، فقط باید صرفا حوصله کنم برم بقیه‌شون هم تا آخر بازی بکنم. با اشاک اینفینیت خیلی داستان مریضی داره، واقعا بازی خیلی خوبیه، یعنی خیلی دوست داشتم آقا جوداس هم بیاد و تجربهش بکنیم، ولی خب فعلا هیچ خبری ازش نیست و حتی میگن که خیلی پروژهش داره بد پیش میره. نمیدونم، وقتی دارم به موضوعاتی که هیچیش مربوط نیست به موضوعمون حرف میزنم مرض دارم یکم. بعد میرسیم آقا مثلا دیگه چه کارایی کردیم آقا، مثلا چه فیلمایی دیدیم. من توی این مدت مثلا سریالی که شروع کردم، من خب خیلی آدم سریال بازی و فیلم بازی نیستم، ولی سریالی که شروع کردم مثلا گیم آف ترونز رو مثلا بعد از مدت ها، سریالی که همه دیدنش، عمه نداشته منم دیدتش، آقا تازه مثلا شروع کردم، یهویی توی 2 هفته، یه هفته 4 فصلشو دیدم. واقعا سریال خفنیه. البته فعلا دراپ شد چون رفتم یه مسافرت برگشتم و اینا دیگه. آره من همیشه اینجور اتفاقات واسم میفته کلا سخت برمیگردم به اون چیزی که دراپ شده. یا فرامو دیدم، چقدر این سریال مریضه، چقدر سوالای مسخره میاره تو ذهنت و چرا به هیچ کدومش هم جواب نمیدین این کثافت. من از رفیقم پرسیدم که آقا داخل این فصل آخری که داره میاد دیگه بالاخره به چیزایی داره جواب میده دیگه، گفت نه. و 2 فصلشو دیدم، نمیدونم الان به چه امیدی من واقعا باید برم این سریالو ببینم. سریال اینجوریه که آقا همه تئوریا و همه سوالا رو باید خودت بدی، هیچی بهت نمیده این کثافت. سریال فانیه، سریال خوبیه، پیشنهادش نمیکنم، مثلا مورد علاقه خودم نیست، ولی دیگه مثلا چه میدونم تو ژانر جنایی میشه گفت، ژانر ترسناک میشه گفت، اینجور چیزا بدی نیست، خوبه. دیگه هیچ سریال یا هیچ فیلمی ندیدم چون واقعا میگم آدم سریال بازی نیستم. البته انیمه و اینا چند تایی دیدم، مثلا جوجوتسو کایزن رو دیدم فصل آخرش رو، چقدر خفن بود بعضی از اپیزوداش. اپیزود فکر کنم 3 بود، ماکی نمیدونم اپیزود چند بود. اپیزود ماکی خیلی خفن بود. اپیزود آخر مثلا ترکوندن یا هیگوروما، آقا اصلا خیلی خفنه واقعا. این جوجوتسو خیلی این سیزن آخرش خیلی خفن و خیلی آرت استایل خفنی هم داره. من نسبت به سیزن 1 خیلی بیشتر دوست دارم این آرت استایلو. یا فریرنس این سیزن آخری که اومد، سیزن 2 هم دیدم و آره مثلا زیاد میگم خیلی بیننده خوبی نیستم داخل این جریانات، داشتم دیوونه میشدم یوتیوب نبود. و آره بهم زنگ زدن، دوباره میام. بهم زنگ زدن و همونطور که احتمالاً دیگه معلومه دوربینم گوشیمه آقا، دوربینم گوشیمه و همین یادم رفت بزنم رو حالت پرواز. آقا اگه شما همینجور تولید محتوا میکنین حتما این کار رو یادتون بمونه که انجام بدین. ولی آره دیگه مثلا بازی دیگه که با اصلا رشته کلام هم در رفت. به منم دیگه داریم زیاد حرف میزنیم، کار خاص دیگه هم زیاد انجام ندادم داخل این مدت. فقط در مورد این که آقا اینترنت نبود، واقعا این نبود یوتیوب منو داشت اذیت میکرد و مثلا بعضی از وقتا مجبور میشدم که برم آپارات ببینم و اینا، برای اینکه حوصله‌ام سر نره حداقل. و حالم به هم میخورد هر باری که این برنامه مسخره رو میدم یکم دوربینم جابجا کنم. بعدش واقعا درک نمیکنم که
اصلا این برنامه رو نمیتونم درک کنم، خیلی برنامه کثافتیه. و اینکه واقعا بیشتر از هر چیز دیگه این نبود آزادیه من داشت اذیت میکرد. این که هیچ برنامه نمیشد باش کار کرد، کیفیت برنامه داخلی خیلی اذیت کننده بود. بیشترین چیزی که حالا منو حداقل نجات میداد یه کمی بازی بود، تیم اسپیک بود متاسفانه. بعضی از سریالا بود، البته میگم زیاد سریالا اینا ندیدم. و تیم ویجیاتو و تیم زومجی، البته زومجی نبودن، ویجیاتو که یه پادکست هایی میذاشتن هر از گاهی داخل چنلشون. البته خب یک سری اشخاص هم دیگه از اونجا در اومدن، البته لوکوموتیو رو گذاشتن. من خیلی خوشحال شدم که این چنل رو گذاشتن، واقعا جاشون خالی بود این مدت. من خیلی پادکست و اینا خودم میبینم، به همین اصلا تصمیم گرفتم که اینجور محتوایی درست بکنم. حرف زدن رو دوست دارم، حرف گوش دادن رو خیلی دوست دارم. و آره دیگه زیادگویی هم کردم. فکر کنم نزدیک 30 دقیقه است حالا رکوردیم دیگه. میگم قول دادم که اصلا ویدیو آقا طولانی نشه، به خودم البته. یه دیدی اصلا بیننده و شمایی که دارین ویدیو رو میبینین بابا نوتیف نه، من چرا نذاشتم دوباره حالت پرواز؟ اینا احتمالاً داخل ویدیو داره همش پخش بشه، احتمال داره. و آره خلاصه دیگه حرفی هم نمونده در این بار. احتمال داره داخل ویدیو بعدی شاید دوستم اول البته بازی رو تموم بکنم بعد در موردش حرف بزنم، ولی اگه تموم شد شاید در مورد لگو بتمن حرف بزنیم، شاید هم در مورد بازی که معرفی شد. البته خودم دیدم یکم آنچنان زیاد واسه من جالب نبود دیگه، هم مدت زمانشون گذشته، مثلا آدم بخواد در مورد سامر گیم فست و ایکس باکس گیم استودیو اینا حرف بزنه. ولی محتوای مسعود بای هیمسلف بود فکر کنم اسم چنلش، اما مسعود خودم فکر کنم داخل تیم ویجیاتو هم بود که آره فکر کنم داخل تیم ویجیاتو هم بود، زومجی نمیدونم یادم رفته. ولی اون چنل شخصی خودش رو دنبال میکنم، یه ویدیوی در مورد لیست پر انتظار ترین بازی‌ها و اینکه چه انتظاری داره ازشون رو گذاشته بود و خودم به نظرم رسید که اینجور ویدیویی بگیرم خیلی باحال‌تره. من خودم در مورد بازیایی که زدم به میز، اینکه در مورد بازیایی که معرفی شدن حرف بزنم، یعنی در واقع چیزایی که خودم خیلی واسهشون هایپم، مورد انتظارم، یعنی بیان قطعا تجربهشون میکنم یا سعیم میکنم حداقل تجربهش بکنم حرف بزنم و در مورد مثلا یه سری نمرات خاص واسهشون در نظر بگم. این که به نظر موفق میشه دقیقا مثل خودش خیلی ایده جالبیه، تشکر میکنم. اگه یه وقت این ویدیو رو دیدید ازت تشکر میکنم که آقا این ایده واقعا نابی بود که جریان رو انداختی تو سر من بخوام از این جریان ویدیو درست بکنم که چه بازی مورد انتظارم و دیگه میبینین دیگه چرا در موردش حرف میزنم دیگه. وقت شما رم نگیرم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنین، نظری انتقادی هم داشتین داخل بخش کامنت رو بنویسین، حتما میخونم چون آقا من حرف زدن رو خیلی دوست دارم. بذارین اگه حتما نظری انتقادی داشتین برام بنویسین. اگه میدونین که کسی از اینجور ویدیو خوشش میاد حتما اگه میشه زحمتی نمیشه شیرش بکنین برای اون شخص و کمک میکنه به این رشد این چنل. اگه از اینجور محتواها در کل خوشتون میاد آقا چنل رو سابسکرایب بکنین چون قراره کلا اینجور ویدیوها رکورد بشه. ماکسیموم بخوایم خیلی اتفاق مثلا متفاوتی ایجاد بکنیم یه لیتس پلی خیلی ساده رکورد میکنیم و آره دیگه همین دیگه به ویدیو بعدی هم میبینمتون. من کامرانم و اینجا اتاق منه. خداحافظ.